عباس عباسه بیا اینجا بده دام پلم نشون رسیده بیا بده نگو بله بابا میفهمی گپ چیه؟ چیه؟ اوتو برقی بایلر کتری برقی بفهمید که دیگه تلویزیون چیکار شده اینا؟ نباید بزی خونه دیگه روشن شه چرا بابا؟ خلاصه به تو بگو میفهمی؟ دیگه نمو چرا؟ من هر چه سال بود ازم کار کن پول قبض برق خودم بابا تلویزیون خوب چیزی یک دن با خبرها یک دن ساعت باتی میشه نمو من خبر که میگوش کشم نمو من خبر گوش کشم بگم میفهمی یا نه؟ اما همون کنی همین بمی زمستونه و برق کجا بیاریم؟ وقتی که ما جوان بودم ترجیح میرفتم و بازی میکردم ایخ چه خوب بچگی نکو بگیره یعنی 60 بره 4 تا دون لامپ پمپ ظریفی میسین میاد بده لامپ؟ ها لامپ کداره؟ اینا رو هم وا کردم اینا با کار نیه بده لامپا چه چیز لامپا؟ از این لامپ پمپ ظریفی خود نه آخه با ویا خونه روشنایی میکنم این خونه گپ کم کو یک وقتی ببین خدا بیامرزه تمی شیشه رنگا که بوده اینا میگفتن تل میریختن مثلا پولگک پومبیان لیتر میدادم شام تیار میکردن در میدادن ما یک خود نمیبینه گپ کم کو برو چقدر بچگی نکو بده 4 تا لامپ پمپ ظریفی بس بیار بده من سال بام 12 مگه جگر میکنم که بیام پول برق بودم با شما که شما چه شده متاثر کلمه گیلا بیا اینجا بده میگو کجا میدی تو؟ کجا میدی تو؟ به چکر چیکار زده رفتی بیدو؟ خاطر بابا کمی لاغر شد میگو سوار شیم بابا نه گردنم بند باشه شکم میته او نشده که چی بگم شاید مال 6 کیلو پیش خلاص شده باشه شکم میگو به تم میگم این چرا واکردیم بابا به تم میگم با عباس هم بگفتم اوتو برقی کتری برقی تلویزیون بایلر اینا دیگه نباید بخونه روشن شه چرا؟ دیگه از می ساعت دیگه میشه که من سال بام 12 هم کار کنم پول برق بودم که شما تلویزیون توی 3-4 ساعت سه میکنی لامپا کتی میارن لکتی میکن بخونه من مزدور شما نیم از بیشتر خلاص شما بگو اینا رو وا کردم از این لامپا پمپ ظریفی پول دادم دست عباس که برای بسونه بیاره بسته کنه دیگه نبینم بخونه تلویزیون روشن شه نبینم اوتو برقی زده شه نبینم کتری برقی زده نه بابا این هم زندگی میشه چرا زندگی نمیشه بابا چپ کار لگالی ببینی خودی پیار خواه جنجال با توی چرا زندگی نمیشه نه چرا زندگی نمیشه چرا زندگی نمیشه زندگی نمیشه بابا همه مردم حال به هوا خنک میشدن بله دست آخر به یخ میشیره وقتی که من جوان بودم یه خار مشکستم میرفتم دست نماز میگرفتم تو از من خیلی بیتری او جوانی شما تا به جوانی به زمین تا آسمون چرا چی فرق میکنه من عمر خود با نون قلوتریست کلون شدم حالا باشه ها نون چای خوردم نه مثل که من پلا گوشت شیشه خوردم گردنم من همه مردم از من قلور بی قلور شیر بی قلوتریست بی قرود بی دیگه چیزی نبود یکا دیگه چی دیگه چی بوده یکایی که میگم مردم قدیم همه به روغن زرد کلون شدن با دهان من نرفته روغن زرد من ندیم کشته چیزایه حال با تلجگلگی آماده بابا جان بگرد که بفهمیدی که خوب بفهم که من چی میگم مدام بابا سختی میکنه سکو اوتو برقی کتری برقی بفهمیدی که یخچال کولر اینا نباید که با خونه روشن شه انی تو بگم نمیفهم بابا مدام شما ازم یک ثانیه دیگه مرد قدیمیم شما بابا مرد قدیمم هم مردم قدیم بیشتر زندگی میکرد با پا یک چراغ موشک زندگی میکرد حال وقت موشه بابا که چراغ موشک باشه موش نه از این شیشه که تاین و تل میکردم پوری پومبه تر میدادم تا گوگیت میدادم مردم به خونه خود تلویزیون داشته باشه موارد داشته باشه ما این دیگه بیاین بابا من آدم قدیمه انا مکو تو گفتم
با من ببینیم تو رو پا تلویزیون بشی یا رخته خوی توی کو یا کولر پیش خور روشن کو مبارک باشه یا بایلر روشن کو دیگه نبینو چی زندگیه بابا خدای رستینیه بابا شما حال پاک دیگه بخل خیلی زمان میزین گیله اصلا من ردوی شخص نکنین دیگه بابا مردم به در سلاخ و به تا سلاخ 50 من چی کار دارم با مردم پول دارم من چی دارم من چی دارم کو زندگی که من دارم سر به 12 برم رود 20 یکی نیم ساعت 2 ساعت کار کنم بیام پول برق بدم به شما من قم شکمان شما بخورم یا قم پول و برق شما بخورم هر پری میای 5000 6000 پول برق میای من کجا بیارم بدم 24 ساعت هم با کنترلم هم دست تو 100 تلویزیون روشن میگی کانال میزنیم شو کجا بگیرم مقدر فکر نمیکنه که اشتول لامپ کتی به زنجگال کتی بوده مقدر خجالت نمیکشم 24 ساعت هم تلویزیونان روشنه من مگر صاحبم 12 ما کار کنم بیان نفر پول بر خودم برد اینا تو سه که بابا من لامپا را کاش وا میکنه با چی کلا کشک داری؟ بابا با چی کلا کشک داری؟ بابا اختیار خود دارم این خونه منه بابا چرا لامپ اختیار خود دارم وا کردم به تاریکی بشینم برو کار کو بیار پول برق خوب بده من نمیتونم که سال به 12 تهر شما رو کش کنم این سیکو فقط یاره هلیکوپتر بسته کنه اینجا بابا این قرص نگیریم دیگه چه کاره؟ آخه بابا تو حال کو زمستونه این چیزی اتیاره هلیکوپتر لکتا کدی چیزی لکتا کدی اینجا تا سرمه آخه بابا جو این کو قبل مر بکندم شما حال کوی زدنیه ببر این زدنیه با تو میسکو میزنی به تا سرمه نمیزنی برو پیشکش کرده بیا که واکن بده برو پیشکش کرده بیا که واکنو بابا جو این حال کنه من 4 ماه 5 ماه دیگه بابا من چی کار دارم 4 5 ماه یک چی کار دارم بگم میفهمی یا نه تیز دادا بیا که واکن بده هم برو بیا که مسیمی قد کنو چی شد برم کجا بریش چیز دیگه ما که زیر پخ بخصر چی بخصر؟ چی بخصر؟ گیلا بیا اکتینش بیا بیا من سرشانو خوب کنم میروا کن بده اشتبه سرشانو کنم بگی ولک بخی چرخ دگی میگم نه چرخ دگی میگم بس تکرگم تو جا خوب نرم شدم بابا بس تکرگم تو جا خوب جون دی بخی کلاب من میده کردی بابا سنگینی نگه خیلی میگم بگم میفهم یا نه خود سنگینی کمر و بس که آخه تکو که مثل سرش نمیزم امبو وا کنی خب من چی میگی؟ من رو در نخ خود کمر ولی لرم بشه در نرم کردی کره لا اله الا الله
چه کار می؟ صبر کنیم بالا بیجی بالا شو اما الله کبر بابا تاکو که من بیجی دیگه بخزانم زیر پا خوب تاکو بشین بشینم بشین بجا خوب صبر کنیم ده کویتا بزنم تا سر تو زنم برو بریم دیگه بده باشه می چوکیر بخزانم نمیشه گیره آب بیا گنجی بده بابا نمیتونم بابا بیا نمیتون میشینم مرچس بالا کنه که چطور بالا کنم؟ بالا کنم سیم خطر را کنم خود چوکی؟ سرشون هم دست خوب بگیریم آره چی مدل لامپای سندم اینا با خونه خود در آوردم خواستم از آب صدا خورده میکشم هر ماه 5,000 6,000 7,000 پول برق میه اینا که درو خونه میه این سکه برو ما 1 کیلو وزن میزنیم اینو بکنم آنو این چیز استنسا کنین خوب کاری کردی اینو بیتره کم مصرفه اینو خیلی خورده بابا خیلی خوب چیزه اینو خیلی کم مصرف هم هسته تو سیکو اینو تو سیکشو لامپیه اون سیکو این سیکنه بابا این سیکنه تو چیز که یک کوکو اینو ببین سیکو یک ای 2 ای 3 ای 4 ای 5 ای 6 یا 7 اینو رو میبینی دار برم دیکندار ببر اگه اثر از لامپو بستم 100 تا 6 تا 7 تا 7 تا گیر بده که ما برم در خونه بسته کنم این لامپو کم مصرف هم هسته بابا آخه 4 تا لامپو هم چیزا بستنم اینا لامپ بستنم اگه تو بره بگو که پولان نار بده اول که پولان نار بده اگه ندار لامپ بسته بخواب کرده بلکن پولان بده اگه پول ندار لامپ بستم هم لامپ بسته پول بده تو پولان بسته خب اگه ندار لامپ بسته اگه چی لامپ چی شد لامپ مقداره خب